دیروز رسما بزرگترین سرقت قرن اتفاق افتاد. روز گذشته گروهی از سارقان به موزه لوور در پاریس نفوذ کردند و با 9 شیء گرانبها از اونجا بیرون رفتند. اشیایی که ارزششان به صدها میلیون دلار میرسه. این ماجرا به عنوان یک فاجعه ملی شناخته شده، چون اقلام سرقت شده جواهرات تاریخی هستند که قدمت چند صد ساله دارند و سلطنتی بودند. یکی از این قطعات متعلق به همسر ناپلئون سوم بوده و بیش از 2400 الماس روی آن قرار داشته. نهمین شیء سرقت شده هم این تاج بوده، اما شکسته در محل پیدا شده. اما چیزی که حتی عجیب تره نحوه اجرای این سرقته. اول از همه باید بگم این واقعا یه سرقت در روز روشن بود، چون این افراد حدود ساعت 9:30 صبح وارد شدن و جلیقه های شبتاب پوشیده بودن و خودشون رو به عنوان کارگر ساختمانی جا زدن. اونا با یک ون مخصوص که بالابر مکانیکی داشت به محل اومدن و از طریق بالکن طبقه دوم پایین رفتن و با دستگاه برش از پنجره ها وارد موزه شدند. وقتی داخل شدند ویترین ها رو بریدند، اشیا رو برداشتند و دوباره با بالابر به پایین برگشتند. اونا سعی کردند ون رو آتش بزنن اما موفق نشدند. بعدش هم سوار 2 موتورسیکلت شدن و از صحنه فرار کردند و از اون موقع دیگه هیچ کس ندیدتشون. دیوونه کننده است وقتی بفهمید کل عملیات فقط 7 دقیقه طول کشید.